نور دې په کار درغونه وزم خوږه وطن راته ودان شي په موږ ګرانې روح وطن وزم خوږه وطن راته ودان شي نور دې په کار درغونه وزم خوږه وطن کمپاین ملی نهالشانی چند روز قبل توسط جلات مآب وزیر صاحب صنعت و تجارت افغانستان راه اندازی شده بود که فابریکات فولاد افغانستان در حمایت از همچون کمپاین نهالشانی را آغاز کردند که تا ما هم بتانیم یک فضای سبز و فضای سالم و پاک به نسل‌های بعدی خود هدیه بدیم. امیدوار هستیم که تمام فابریکاداران محترم در قسمت خصوصا در قسمت ساختن سایه سبز در پارک‌های صنعتی کوشش بکنن و ما از همه مردم خواهشمند هستیم که اگر اونا توان غرس نهال ندارن میشه که از نهالایی که شانده شده از اونا محافظت بکنن. اتحادیه فولاد افغانستان و در خصوص فابریکات ذوبان افغانستان تلاش دارند تا به هزاران اسلحه ها را در پارک‌های صنعتی غرس بکنند و از اونا مراقبت بکنند و همچنان از هموطنان عزیز خود هم خواهشمند هستیم که به این کمپاین ملی بپیوندند. جا داره که از هیئت رهبری میلاد استیل صمیمانه تشکر بکنیم که در این کمپاین پیوستند و امروز عملاً تعداد از نهال‌ها را در این ساحه غرس میکنند. کمپین نهالشانی است، سال نو است و سال نو همیشه از طرف سکتور خصوصی کمپین های نهالشانی سالهای گذشته هم جریان داشته در پارک‌های صنعتی و امسال هم انشالله جریان دارد. طوری که شما شاهد هستین 3 روز قبل وزیر صاحب صنعت و تجارت در پارک‌های صنعتی تشریف آورده بود و همراه با صنعتکارا چندین نهال غرس کردند در پارک‌های صنعتی تا ای که ما شما انشالله بتوانیم در پهلوی صنعت خود یک فضای سبز هم در وطندارای خود، در کارگرایی که در این پارک‌های صنعتی اشتغال به کار داره، یک فضای سبز، یک اکسیژن بهتر را، هوای خوب را هم شرایطش فراهم کنیم. و امروز در میلاد استیل ما شما گرد هم آمدیم که انشالله بیش از 50 نال جدید انشالله در اطراف میلاد استیل و در زمینای میلاد استیل غرس کنیم و همین شکلی کمپاین ادامه دارد. در دیگر فابریکای ذوب آهن، در سکتور ذوب آهن امروز در خوشبختانه در ملی استیل، خان استیل هم این کمپین اجرا شده و از فردا در میهن استیل، میسم استیل و دیگر فابریکاتی که داریم انشالله این کمپین همین قسم اجرا میشه و ما تشکری میکنیم از هیئت رهبری میلاد استیل که همین شرایط به وجود آورد و صنعتکارای دیگه ما را که از دیگه سکتورها اینجا تشریف دارن اینجا دعوت کردن تا تشویق شوند انشالله که هر کدام ما و شما به نوبت خود، هر فابریکادار، هر صنعتکار بتانه انشالله این دین فضای سبز و دین طبیعتی که به گردن ما و شما داره ادا کنیم و هر سال بتانیم این کمپین انشالله ادامه بدیم. Afghanistan,